چه آمد بر سر اقوام و خیشان که گردید جمعشان اینطور پریشان؟ چرا فامیل ها از هم جدایم؟ چرا مردم به این حد بی وفایم؟ چرا خواهر ز خواهر می گریزد، برادر با برادر می ستیزد؟ چرا دختر ز مادر ننگ دارد، پدر با بچه هایش جنگ دارد؟ چرا مهر و محبت کیمیا شد، رفاقت های دیرینه ریا شد؟ برای اغنیا هم لذتی نیست، فقیران را به جای عزتی نیست. به ظاهر خانه هامون شکل کاخ است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوارها کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. تمام خیر و برکت‌ها برافتاد، تمام خیر و برکت‌ها برافتاد، طبیعت با شما مردم در افتاد. چرا این گونه شد؟ از من کنید گوش، شده مهر و محبت ها فراموش. دگر از بذل و بخشش ها اثر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست. شده نایاب صفا و مهربانی، تعارف ها شده سرد و زبانی. عمو جان خاله جان دیگر نگوییم، برای مرگ هم در آرزوییم. یکی با سود اموال نزولی رود مکه به امید قبولی. یکی نازد به ماشین و به باغش، یکی باشد تکبر در دماغش. یکی وقتی به ماشینش سوار است، فقط مثل بتی از زهرمار است. چنان در قبقبش باد غرور است، که گویی از نژاد کلب و تور است. تمام کارها گشته ریایی، تمام کارها گشته ریایی. نجابت شد عوض با بی‌حیایی. بزرگترها ندارن احترامی، به محتاجان ندارن اعتنایی. همه چسبیده جیب کار خود را، به فکرن تا ببندن بار خود را. شرف را مثل کالا می فروشن، شرف را مثل کالا می فروشن. برادرها برادر را بدوشن، چنین مردم هرگز خیری نبینن، چنین مردم هرگز خیری نبینن. اگر قارون شوند بازم همینن. بیا تا دست یکدیگر بگیریم، بیا تا دست یکدیگر بگیریم. ضمانت نیست تا فردا نمیریم، ضمانت نیست تا فردا نمیریم. درود به شرف دای شالباف، درود به شرف، به افتخار های شالباف، شاعر بزرگ دسفول. زنده باد، زنده